ویدیویی که من دارم درست میکنم و واقعیتش خیلی معذبم و اصلا عادت ندارم، یعنی حتی عادت ندارم به دوربین نگاه بکنم، ولی فقط گفتم شروعش بکنم که هر چه زودتر این حالت معذبی از بین بره و یکم راحت تر بشم که بتونم بیام صحبت بکنم جلوی دوربین. از اونجایی که الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تقریبا آخرای خرداده و واسه من آخر خرداد یعنی همیشه توی این ماهای 3 6 9 12 اینجوریه که یه نگاهی میکنم به اون 3 ماهی که گذشته، اون فصلی که گذشته و سعی میکنم یه رفلکشن یا یه نگاهی به گذشته بکنم، ببینم که چی کارا کردم چی کارا نکردم، چی واسم جواب داده چی واسم جواب نداده. امروز میخوام راجع به 2 تا چیز صحبت بکنم. یکیش کتاب و پادکستایی که من توی این 3 ماه گذشته خوندم و گوش دادم و میخوام به شما نشون بدم که کدومشون به نظر من قشنگ بوده، کدومشون نبوده، هر کدومشون چه ویژگی خاصی داشته و کلا یه ارزیابی داشته باشم از اینکه چی واسه من جواب داده چی جواب نداده، چی خوبه چی بده. خب اول از همه به نظر من سراغ کتاب، من کتابا اینجا گذاشتم 6 تا کتابم که میخوام راجعشون صحبت بکنم. از این 6 تا کتاب 2 تاشون فیکشنه، 4 تاشون نان فیکشنه. که از این 4 تا 2 تاشون ممواره، روایتی که نویسنده راجع به زندگی خودش می‌نویسه و 2 تای دیگه هم کاملا متفاوتن، داستانی نیستن که حالا بیشتر راجعشون صحبت می‌کنیم. یه نکته دیگه هم من بگم، اینکه کتابا و پادکستایی که من امروز می‌خوام راجعشون صحبت بکنم همشون به زبان انگلیسیه. من نمیدونم کدومشون به فارسی ترجمه شده یا نشده. حالا اگه پیدا بکنم حتما توی کپشن میذارم که فارسیش حالا تایتلش چیه، کی ترجمهش کرده، چه جوری. ولی خب هیچ ایده‌ای ندارم که چقدر خوب ترجمه شده و میتونه اونجوری که باید حق مطلب رو برسونه یا نه. اما اصلا بریم سراغ فیکشن ها. من 2 تا کتاب فیکشن توی 3 ماه گذشته خوندم. این 2 تا کتاب بلو سیسترز و بیچ رید. اول اصلا میخوام راجع به بیچ رید صحبت بکنم که اینو من به تازگی هم تمامش کردم. مثلا فکر کنم 2 هفته پیش بود که تمامش کردم و خیلی هم سریع جلو رفت. این کتاب نویسندش امیلی هنریه. من از این نویسنده هیچ کتابی نخونده بودم ولی خیلی چیزای خوبی ازش میشنوم. موقعی که من کتاب خریدم آخرین کتابی بود که از این نویسنده اومد بیرون و طرف اینجوری بودش که من این کتابو نمیخونم که مطمئن باشم که یه کتاب نخونده ازش دارم و میتونم همیشه خیالم راحت باشه که یه کتاب از امیلی هنری دارم تا وقتی یه کتاب جدید بده. و این واسه من خیلی حرف گنده. یعنی تو انقدر این آدمو نویسنده‌ایشو دوست داری که خب ارزش داره که آدم بره حداقل یه نگاهی بهش بندازه. ولی خب بعدا که رفتم نگاه کردم دیدم که متاسفانه ریویو خوبی نگرفته، نمی‌دونم پایین‌تر نسبت به بقیه کتاباش گرفته. ولی در کل هنوز همون نویسنده است. از نویسندگیش حقیقتا لذت نبردم. به شدت کند داستان پیش میرفت. خیلی اتفاقاتی که تو داستان پیش می اومد خیلی کلیشه‌ای بود. چیزی بودش که شما با 10 صفحه اول کتاب، حالا نه 10 صفحه اولی، مثلا 5 صفحه اول کتاب می‌خوندیم که شاید اینجوری بشه و همون جوری میشه آخرش. و حقیقتا من لذت نبردم از خوندنش و به نظر من این کتابی بودش که من اصلا توصیه‌اش نمی‌کنم و یکم باعث شد که من اصلا دیگه نرم سراغ بقیه کتابایی که این نویسنده نوشته. بخوام بهش امتیاز از 10 بدم بهش میدم 2.5. آره چون کتاب 2.5 فقط واسه این بهش میگم که من کتابای بدتر از این خوندم، سر همین گفتم توی رده‌بندی خودم بگم که این 2.5 از 10. اما کتاب بعدی، کتاب بلو سیسترز، داستان راجع به 4 تا خواهره که فامیلیشون هم بلو، سر همین گذاشته بلو سیسترز و از همون صفحه اول کتاب شما میخونید اصلا اسپویل نیست. یکی از خواهرها فوت کرد. شخصیت‌های اصلی داستان اون 3 تا خواهر باقی موندن که حالا اتفاقایی که تو زندگیشون افتاده و داره میفته و تغییراتی توی زندگیشون داره ایجاد میشه بعد از فوت خواهرشون. تقریبا نصفای کتاب بد نبود ولی میتونم بگم که همچین چیز خارق‌العاده‌ای هم نبود. چیزی بودش که معمولا ما توی نویسنده‌های خیلی معمولی می‌بینیم. چیزی نبود که من میگم این شاهکار همه من بخونم. ظاهرا من بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. نمره‌ای که بهش میدم از نمره‌ای که به کتاب قبلی میدم بالاتره. قبلی بهش دادم 2.5، این بهش میدم 4. خب 2 تا کتاب بعدی کتابای نان فیکشنن و من یکیشو از کتابخونه گرفتم، یکیش هم کادو گرفتم دومیه رو. واقعیش رو بخوام بگم من کلا کتاب نان فیکشن رو بیشتر از کتاب فیکشن دوست دارم. یکیش کتاب The Anxious Generation که این فکر کنم ترجمه شده چون که من اول اصلا با این کتاب توی پادکست بی پلاس این رو خلاصه کرده بودن. من کتابم جلد اصلش این نیست، من شاید کتابخونه گرفتم، کتابخونه جلد اصلش رو میکنه و صحافی میکنه، سر همین قیافش این شکلیه.
ولی این کتابه و من خیلی ازش هنوز نخوندم، چون که داشتم یک کتاب دیگر رو میخوندم و بیشتر درگیر اون بودم. تقریبا میتونم بگم یک چهارم کتاب خوندم و با توجه به اون چیزی که از خلاصش توی بی پلاس شنیدم و حالا چیزی که الان خودم چند وقت دارم میخونمش، کتاب ارزشمندیه، کتابیه که معمولا بر اساس داده و اتفاقاتی که افتاده داره حرف میزنه، در کنارش نظریه خودش هم اعلام میکنه. به نظر من اگر پدر و مادر هستین و بچه کوچیک تا نوجوان دارید، خیلی لازمه که این کتاب بخونید. این کتاب میشه گفت روانشناسی شاید باشه و راجع به جنزی داره حرف میزنه. جنزی هم واسه متولد 1995 به بعد تعریف میکنه تا 2010 11. من خودم به شخص توی این دوره قرار میگیرم و چیزایی که تعریف میکنم میبینم که آره واقعا همین بوده و اون حرفی که به قول خودش میزنه The Anxious Generation، میتونم بگم که ما خودمون جزش هستیم و اون تغییراتی که میگه که توی این دوره اتفاق افتاده واسه بچه‌ها مخصوصا و بیشتر از واسه نوجوانا، چیزی بود که من به چشم خودم دیدم، زندگیش کردم. خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که اگه پدر مادرین یا خودتون حداقل همسن سالای منین و پدر مادر نیستین، این میتونه یکم همچین چشم و گوش آدم باز بکنه، یکم با دقت به مسائل مربوط به انسانی نگاه بکنه. کتاب دوم کتاب اوتلیوه. این کتاب از پیتر اتیه، یه دکتری بوده، دکتر جراح مخصوص سرطان بودن و حالا به دلیلی که خودش توی کتاب توضیح میده طبابت رو میذاره کنار. این کتاب خیلی خوبیه واسه اینکه به شما یه اشاره و یه هینتی بده که آقا جان ما چیکار باید بکنیم واسه اینکه هم عمرمون زیادتر بشه، همین عمری که داریم ارزشمند زندگی بکنیم، از این جهت که سلامت باشیم، بتونیم موقعی که سنمون بالا رفت کیسه خریدمون رو خودمون بیاریم بالا و همه این اتفاقا که معمولا خیلی هر چقدر میگذره داریم کمتر و کمتر میبینیم و بریم جز اون دسته افرادی که تا آخر عمرشون با سلامت دارن زندگی میکنن. من که بخوام این کتاب نمره بدم بهش میدم 7.5، چون که میگم صرفا واسه اینکه هینت بده آقا جان ما تو چه زمینه‌هایی لازمی که حواسمون جمع بکنیم. خیلی کتاب خوبیه ولی یه سری معیارها رو قرار میده واسه اینکه نشون بده که آقا یا ما سلامت هستیم یا نه، که من خیلی با اونها موافق نیستم. مثلا یکیش اینه که حالا دقیقاً نمی‌دونم توی کتاب گفته یا توی پادکستش، مثلا اگه یه خانومی توی یا آقایی توی دوره 40 سالگیش بتونه اینقدر از وزن بدنش رو با خودش بلند کنه، این نقطه به اون نقطه به یعنی سالمه، در صورتی که نه، این خیلی ربطی به این نداره. این نفر ممکنه که مشکلات سلامتی نداشته باشه ولی از اون طرف در حال حاضر نتونه و این صرفا نمیتونه مشخص بکنه آیا ما تو بازی انسان سالم یا غیر سالم قرار میگیریم. و اما دو کتاب آخر جفتشون معمارن که اینا یعنی شخصیت اصلی این داستان خود نویسنده است، راجع به یه قسمتی از زندگی خودش داره حرف میزنه، داستان نیست، یعنی اینو تو ذهن خودش پرورش دادن، این اتفاقی که توی زندگی خودش افتاده داره راجع به اون صحبت میکنه. اولش کتاب I'm Glad My Mom Died که این کتاب واقعیتش رو همونطور که میبینید من هنوز کامل نخوندم، تقریبا 1/3 رفته جلو و راجع به ایشون بازیگر بوده. من بازیگرای معروفم خیلی اسمشون رو یادم نمیاد دیگه، چه برسه حالا ایشون که یه دوره بازی کرده و گذاشته کنار و شروع کرده به نویسندگی. و این داره راجع به رابطه خودش و مادرش حرف میزنه که صرفا واسه راضی کردن مامانش حاضر بوده هر کاری بکنه و از اون طرف مامانش چه چیزهایی راضیش میکرده که اونو رسونده به کجا. یه حالا من هنوز رو تمامش نکردم، وقتی که تمامش بکنم بازم میام نظرم اینه که آخرش چی شد. حالا این چون کتاب راجع به زندگی خودش خیلی مهم نیست آخرش چی میشه، هر کل به نظر من کتاب قشنگی. اما کتاب آخر، کتابی که من همین اول بگم من به این میدم 10 از 10، که از قشنگترین کتابایی که من خوندم، کتاب Educated از تارا وستوبر، من نمیدونم چی بخونه میشه، که این هم یه مموار راجع به زندگی خود نویسنده یعنی تارا. این کتاب 2018 چاپ شده، من خیلی خبر نداشتم ازش تا همین چند وقت پیش. تارا توی خانواده به دنیا میاد که اینا مورمون بودن. مورمون ها یه قشری از مسیحی‌هایی که توی آمریکا وجود دارن، یعنی یه شاخه از مسیحیتیه که توی آمریکا شروع شده و خب یه سری اعتقادات خاصی دارن، مثلا به دکتر اعتقادی ندارن و تا جایی که من میدونم اکثر کسایی که مورمونن قشریشون که معتقدن هنوز به اون دینشون، حتی بچه‌هاشون مدرسه نمیفرستن و توی خونه بچه‌هاشون آموزش میدن. و خب متاسفانه تارا توی قشر به شدت معتقد مورمون بوده و حالا راجع به زندگی خودش حرف میزنه، راجع به اینکه بچگیش چجوری بوده، راجع به رابطش با خواهر برادرش و اینکه چجوری میگذره، چه اتفاقی واسش میفته و در نهایت چی میشه. خیلی کتاب قشنگی نوشته شد، یعنی به لحاظ ادبیات داستان
این کتاب خیلی 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 زیبا نوشته شده و نکته دیگه که میتونم بگم شباهت داره با کتاب قبل، از طرف نویسنده تو احساس خشم یا عصبانیت یا ناراحتی خاصی که به زور بخواد به تو منتقل بکنه رو نمیبینی. نویسنده دقیقاً کاری که باید بکنه رو داره میکنه که اونم فقط روایت اون داستان فارغ از اینکه راجع به زندگی خودشه که تمام اون اتفاقات باعث شده که این شخص آسیب ببینه، اذیت بشه، ناراحت بشه، خیلی اتفاقای بدی واسش بیفته و این مثلا خیلی خیلی نکته‌ایه که هم خوندن کتاب رو خیلی جذاب میکنه و خیلی از خوندنش لذت بردم. من همونطور گفتم نمیدونم کتاب ترجمه شده یا نه، حالا من باز سرچ میکنم ببینم که اگه شده حتما بذارم. خب این بود از کتابا. حالا بریم سراغ 2 تا پادکستی که میخوام معرفی بکنم. پادکست اول از Two Lives. واقعاش بخوایم من شاید بگم کلا 5-6 قسمت بیشتر ازش گوش ندادم. فکر کنم چند تا سیزن داره و هر سیزنش هم نمیدونم چند تا قسمت داره. توی اون 5-6 قسمتی که من بهش گوش دادم چیزی که واسم خیلی جذاب بود این بودش که توی هر قسمت یک راوی ما داریم و یه فردی که به عنوان مهمان برنامه نیست، هر سری میره سراغ یه آدمی که میاد یه بخشی از زندگیشو تعریف کنه، یه داستانی از زندگیشو تعریف میکنه و برای من خیلی جذاب بود نوعی که به داستانا پرداخته میشه و کلا همین که هر آدمی چقدر داستان توی زندگیش داره و چقدر متفاوته با تجربه زیسته‌ای که ما داریم. اما پادکست دوم، من بعد از قسمت اول این پادکست هی میرفتم چک می‌کردم که ببینم قسمت جدید دادن یا نه. خیلی 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 دوستش داشتم. این پادکست 2 تا موضوع داره که اینا جفتشون استادای دانشگاه گالادی یونیورسیتی و استنفورد یونیورسیتی هستن. این 2 تا زن ساینتیست به قدری قشنگ میان راجع به مقاله‌هایی که معمولا یهو خیلی پاپ میکنه و خیلی صداشون در میاد صحبت میکنن و قسمت خیلی جذابش برای من این بودش که اینا چه جوری میرن یه مقاله رو میخونن، فارغ از اینکه چقدر میتونه این موضوع چیزی باشه. برای مثال یکی از قسمتاش راجع به یه مقاله بود که در اومد و راجع به این صحبت کرده بود که خانم‌هایی که لباس قرمز میپوشن جذاب‌تر دیده میشن. اگه شما بهش نگاه کنید میبینید که موضوع به شدت غیر مهمیه ولی به قدری راجع به این موضوع استادی انجام شده که همینش واسه من خیلی عجیب و جالب بود. یعنی اون قسمتی که برای من جذاب بود خود موضوع اصلی نبود، بلکه جوری بودش که اینا با مقاله نگاه می‌کنن. این که اگه اون مقاله حرفش اینه که خانم‌ها با لباس قرمز پوشیدن جذاب‌تر میشن، چند نفر این حرفو زدن؟ تو رفتی از 2 نفر پرسیدی، از 200 نفر پرسیدی، یا از 2000 نفر پرسیدی؟ یا بعد از اون توی اون محاسبات ریاضی که انجام دادی که به نتیجه برسی که آیا آره یا آیا نه، اومدی چه ترشولدی رو در نظر گرفتی؟ و همه اینا که هم دیگه چیزی که خیلی جذابش میکنه اینه که به ما یاد بده که ما فقط وقتی که یه مقاله رو میخونیم یا یه مقاله سر صدا میکنه فقط چیزی که مهمه اون تیترش یا اون چگیده چند جملهش نیست. که مهمه اینه که ما دقیقاً همه قسمتاشو ببینیم و ببینیم که اینا دقیقاً چجوری هستن دارن این همچین چیزی رو ادعا میکنن و یا ادعاشون درسته، چقدر میتونه غلط باشه، چقدر او کجاهاش مشکل داشته، کجاهاش مشکل نداشته. و برای منی که خودم دارم الان پی اچ دی میگیرم و دارم کار ریسرچ انجام میدم، این نکته بازم به من نشون میده که حواسم باشه که موقعی که دارم مقاله‌مو مینویسم به چه نکته‌ای باید توجه بکنم، چه موردایی هستش که حتما من باید راجعشون صحبت بکنم، باید حتما این سری سوالا رو جواب بدم. و اون چیزی که واسه من این پادکست رو ارزشمند میکنه طرز تفکری که این 2 نفر دارن و حالا اینکه اون دانششون رو چجوری استفاده میکنن واسه اینکه بتونن نشون بدن که چقدر اون مقاله‌ای که وجود داره میتونه یه گاربیج باشه، میتونه ارزش هیچی داشته باشه، یعنی که نه چقدر میتونه که قابل استناد بشه. چون که از این طرف دیگه دلیل دیگه که من باز خیلی مشتاق کردم که حتما بیام این پادکست رو معرفی بکنم اینه که چیزی که من الان میبینم یه 2 دستگی خیلی شدیدی پیش اومده که یک دسته خیلی داره میره سمت این که شبه علم درسته، سردیگرمی درسته، نمیدونم هر چیز طبیعیش بهتره درسته، هر چیز شیمیایی بده، و از طرف دیگه دسته دوم فقط دارم به نگاه میکنم که توی مقالات چی گفته شده. من کار دسته اول ندارم. من در رابطه با دسته دوم، دسته که من خودم رو بهش نزدیکتر احساس میکنم اینه که صرفاً اگه یه چیزی توی مقاله یا توی کتاب‌ها یا توی ژورنال چاپ میشه به این معنی نیست که حتما درسته. خیلی مهمه که با منطق جور در بیاد، با منطق ریاضیش جور در بیاد، با منطقی که اینا چجوری اون داده رو به دست آوردن، چیکار کردن، همه اینا کنار هم است که این معنی رو میده. و اگر توی یه مقاله ما ببینید یه سری در نظر گرفته نشده باعث میشه که خیلی چیزا رو زیر سوال ببره.
خلاصه همینه. من واسه امروز فقط می‌خواستم صرفا راجع به کتابا و پادکستایی که خوندم و گوش دادم توی 3 ماه اخیر صحبت بکنم. همین الان فکر کنم خیلی حرف زدم. امیدوارم که حداقل تایم خوبی رو گذرونده باشین و اینکه اگر این کتابا رو خوندین یا می‌خواین بخونینشون یا این پادکست‌ها رو گوش بدین، حتما شما هم از تجربیاتتون مثلا بهم بگین. این که گفتنش خیلی سخته ولی من میگم که عادت بکنم. خیلی خوشحال میشم که اگر از این محتوا لذت بردین به کانالم سابسکرایب کنید. خلاصه که مرسی که ویدیومو دیدین. خدافظ.